قاعده 118 چی است؟ قاعده 118 ما بفهمیم که صلاحیت قبض روح مربوط کی میشه؟ این موضوعات اعتقادی هست. اصلا قبض روح به امر الله میشه، قبض روح به امر الله میشه، به مأموریت ملک الموت میشه و به همکاری دیگه همکارای ملک الموت. یعنی اول به امر الله میشه. آیت قرآن میگه که الله یتوفی الانفس حین موتها، الله میمیراند نفسها را در وقت مرگشان. پس این کار اصلا روح انسان که قبض میکنه و این میمیرانه الله هست. همچنین الله در آیت دیگه میگه که و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، شایسته هیچ نفس نیست که بمیره مگر به اذن الله سبحانه و تعالی. پس ملک الموت یا ملک الموت اسرائیل غلط است، نگوین اسرائیلی، از اسرائیلیات گرفتن. در قرآن و سنت کلمه اسرائیل ثابت نیست. پس ملک الموت میگه. ملک الموت که است، این ملائکه تا وقت روح انسان قبض کرده نمیتونه تا که امر الله برش نشه. پس او روح انسان میگیره. خب دوم توسط ملک الموت میشه. باز در آیت قرآن میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. این الله امر میکنه برای کی؟ برای ملک الموت و ملک الموت روح قبض میکنه. سوم به همراه ملک الموت همکاران دیگه از ملائکه هستند. آیت قرآن میگه که و یرسل علیکم حفظه و یرسل علیکم حفظه، و میفرستد بالای شما حفظه نگهبان، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا. متوجه هستین؟ رسولنا یعنی فرستادگان ما. و این فرستادگان چی است؟ علامه ابن کثیر میگه که در تفسیرش میگه که ملک الموت همکاران از ملائکه داره. پس وفات که میته به امر الله هست، با مکلفیت یا مأموریت ملک الموت است و به همکاری دیگه همکارای ملک الموت که اونا هم ملائکه هستن.